سلام دوستان، مبین هستم و به کانال خودتون خوش اومدین. بهتون پیشنهاد میکنم برای درک بهتر این ویدیو از هدفون استفاده کنید. اگر که هنوز کانال خودتون رو سابسکرایب نکردین بکنین و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنین و با لایک کردن ویدیو به من انرژی بدین. فلاکا ماده مخدریه که جدیداً ساخته شده و ما برای روشن شدن جامعه به معرفی این مخدر مرگبار میپردازیم. فلاکا یک محرک ساخته شده دست بشره. این ماده مخدر یکی از مواد خطرناکیه که در سالهای اخیر درباره مخاطرات اون زیاد شنیدیم. در آمریکا اونو جنون $5 مینامن، چون کریستال‌های سفید و درشت اون به قیمت $5 در اونجا به فروش میرسه. اول از همه ببینیم فلاکا چگونه مصرف میشه. دکتر جفری برایشتاین، مدیر بخش پزشکی مرکز اطلاعات سوم فلوریدا در میامی میگه این ماده مخدر به روش‌های مختلفی مصرف میشه. روش‌های مثل کشیدن، مخلوط کردن با غذا، نوشیدن آن مثل چای، پرس کردن اون به شکل قرص، مصرف در سیگارهای الکترونیکی و تزریق بدتر از همشون. حالا ببینیم فلاکا با مغز مصرف کننده چه کار میکنه. بریشتاین میگه اولش مصرف کننده احساس سرخوشی میکنه. این ماده روی انتقال دهنده های عصبی مواد شیمیایی مغز مانند دوپامین و سروتونین تأثیر میذاره. همچنین مصرف کننده میتونه با حالتی به نام دیوانگی هیجانی و پریشانی و احساس سرخوشی مبتلا بشه. کسانی که با مصرف فلاکا به احساس سرخوشی میرسند ارتباط خود با واقعیت رو از دست میدن. اونا نمیدونن چی کار دارن میکنن، توهم دارن، تهاجمی و بسیار هیجان زده هستن. به همین دلیل شما شاهد داستانهای جدید از افرادی هستید که مثلا در خیابان به رهن راه میرن و یا با اتومبیل ها کارهای دیوانه وار انجام میدن و دست به خیلی از کارهای احمقانه دیگه میزنن. این مخدر مرگبار باعث ضربان نامنظم و سریع قلب، افزایش خطرناک فشار خون، تشنج و افزایش مرگبار بدن میشه که میتونه تا 42 درجه بالا بره. در این دما خون بسیار رقیق میشه و فرد شروع به خونریزی داخلی میکنه و انداما دچار مشکل میشن. پزشکان میگن بدنی که درجه حرارتش به شدت بالا بره و مدتی در این حالت بمونه دیگه نمیتونه ریه، کبد و کلیه های سالمی داشته باشه. و از همه مهمتر آسیب‌های مغزی که به مغز مصرف کننده وارد میشه. چه کسانی بیشتر به دام مصرف مخدر مرگبار فلاکا میافتند؟ بریشتاین میگه بیشتر مصرف کنندگان فلاکا مردان و در سن 20 تا 30 سالگی هستند. بریشتاین در ادامه میگه بیشتر مصرف کنندگان نمیدونن چه چیزی رو دارن دریافت میکنن. او در مورد اثرات این مخدر مرگبار میگه کنترل کیفیت در خیابان وجود نداره، بنابراین هیچ کس نمیدونه که اونا چی کار میکنن. همینطور هیچ مصرف کننده فلاکا هم نمیدونه که چیزی که مصرف میکنه واقعا چیه. فلاکا ماده مخدر ناشناخته در 2 دوز ناشناخته است و هر دوز اون میتونه سوء مصرف محسوب بشه. عوارض یک بار مصرف اون تا چند روز گریبان مصرف کننده رو میگیره و حتی میتونه اثرات بسیار مخربی بر سلامتی، جسم و روان مصرف کننده بذاره. فلاکا ماده‌ای با اعتیاد آوری شدیده و بیشتر کسانی که یک بار فلاکا مصرف میکنن اثرگذاری شدیدی بر ذهن و سلامتیشون وارد میشه. آنها به احتمال قوی از مصرف دوباره اون وحشت میکنن و نمیخوان که دوباره سراغ اون برن. ولی با کمال تعصب باید بگم که اونا معمولا دیگه نمیتونن به زندگی عادی خودشون برگردن. خب دوستان، همونجوری که فهمیدین این مواد ساخته دست بشره. عوارض این مواد یکم برای شما آشنا نیست. موقعی که فرد مصرف کننده نمیدونه داره چی کار میکنه. دیوانگی هیجانی و پریشانی، تشنج، ضربان نامنظم و سریع قلب، افزایش فشار خون، افزایش دمای بدن که میتونه تا 42 درجه بالا بره، خونریزی داخلی و غیره. بذارید یه اشاره ریزی به فیلم های زامبی محور بکنم. دقیقاً زامبی هایی رو که داخل فیلم ها میبینیم اکثراً دچار همین عوارضن. منتظر پارتای بعدی باشین، قرار خیلی چیزا رو بشه.
خب دوستان، با آخر ویدیو رسیدیم. نظر شما چیه؟ به نظر شما این مخدر شباهت زیادی به ویروس زامبی نداره؟ نظر خودتون رو داخل کامنت ها با ما در میون بذارید و اگر هم که از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم با لایک کردن ویدیو به من انرژی بدید.